و بزرگترین شخصیتی که در این جنگ به هلاکت رسید این ابو جهل ابن هشام بود و او را دو جوان پسرانی از جوانهای مدینه به قتل رسانیدند. یکی معاذ ابن عمرو ابن جموح، دیگری معوذ ابن عفرا. اینا اصلا به نزد عبدالرحمن ابن عوف آمدن در عین معرکه. گفتن که ای عمک، عبدالرحمن ابن عوف میگوید که من در عین جنگ، در معرکه جنگ قرار داشتم که ناگاه یک جوان از پهلوی راستم مرا با دستش میزند. نگاه میکنم که یک جوان انصاری. گفت که ای عمک، ابو جهل را میشناسی؟ گفتم آره. ابو جهل را چیکار میکنی؟ گفت من شنیدم که او رسول الله صلی الله علیه و سلم را حقارت میکرده است و مسخره میکرده است. مردم مدینه اون 13 سال شکنجه و عذاب و آزار را فقط از دهان مهاجرها میشنیدند. خودشان دیدگی نیستن اون وضعیت ها را. مردم انصاری مثل مردم مهاجرای مکه در این دین عذاب کشیدگی نیستن. 13 سال آزار و اذیت و شکنجه دیدگی نیستن. اینا فقط میشنیدن. بنابراین گفت که ما شنیدیم که او پیامبر صلی الله علیه و سلم را مسخره میکرده است. و از طرف چپم هم یک جوان دیگر عیناً همین سخنها را گفت. بعد نگاه میکردم در بین قوم تا ابو جهل را با آنها نشان دهم. ناگاه دیدم که در بین لشکر حرکت میکرد. گفتم که اون مردک را دیدید؟ گفتن آره. گفتم همان ابو جهل است. دو جوان شتاب کردم به سویش که ابو جهل اون وقت گردش مثل درخت بود. یعنی از بسیار بودن محافظان و نیزه‌داران و شمشیرداران در گردی ابو جهل آنها میگفتن که یگان کس نمیگذاریم که به نزد ابوالحکم. اونا اصلا لقبی، اصلا کنیه ابو جهل ابوالحکم بود، پدری حکمت. لیکن پیامبر صلی الله علیه و آله او را ابو جهل نامیدن، پدری نادانی. اگر علم داشت و حکمت می داشت اسلام را قبول میکرد. لیکن واقعا علم داشت ولی علم نافع نبود، فایده‌ناک نبود. بنابراین او حالی در بالا ذکر کردیم اخنس ابن شریق را. باره با ابو جهل در کعبه در داخل حجر تنها میماند، هیچ کسی نیست غیر هر دوشان. اخنس میگوید که ابو جهل یک سوال دارم از تو، خواهش می که جواب راسته، هیچ کسی ما را نمیشنود و منم این سخن را به بیرون نمیبرارم بین هر دو ما. محمد راست میگوید یا دروغ میگوید؟ یعنی محمد واقعا پیغمبر است یا نه؟ گفت که والله محمد یگان مراتب دروغ نگفته است. محمد همیشه راست میگوید. یعنی اونا میدونستن در قرارت قلبشان، چه خیلی که الله تعالی در قرآن فرعون را نقل کرد که در قرارت قلبش میدونست که الله حق است، موسی حق است، دین حق است. ولی این کبر و غرور و دیگر چیزا اونا رو نمیماند که پیروی به دین کنن، خاکساری کنن. و این دو جوان به نزد ابو جهل رفت و یکی آنها چنان با شمشیر زد که پای ابو جهل را از ساق پایان پراند به آسمان و دیگری آمده از دیگر طرفش. لیکن پسری ابو جهل عکرمه به کتفی معاذ آمده زد که کتفش دیگه دستش کشاله ماند، فقط پوستش باقی مانده بود لیکن دست کشاله بود. تا میگم که دستش در پشت سرش می ایستاد، یعنی کشاله. حتی دیگه مجبور شد با پایش دستش رو زیر کرد و کند تا اینکه بیملال جنگیده تواند، خلال میرسانید و بالاخره با همین به شهادت رسید. و دویومی با شمشیر است به میان ابو جهل زد و هر دوشان دعوان شتابان به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند. یا رسول الله انا قتلته، انا قتلته. یا رسول الله من کشتم، یا رسول الله من کشتم. این واقعا فخر است، واقعا باعث خرسندی است. شخصیتی که یگان کس مثل ابو جهل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اذیت نداده بود، یگان کس مسلمان ها را مثل او آزار نداده بود، دعوان آمده یا رسول الله من کشتم، من کشتم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شمشیرهاشان رو نگاه کردن، گفتن که کلاکما قتله، هر دو کشتی. معاذ ابن عمرو ابن جموح و معوذ ابن عفرا، این دو جوانهای مدینگی ابو جهل را کشتند. لیکن ابو جهل حالا زنده بود، با همین او کشته میشد، لیکن حالا جان دارد در تنش. بنابراین ابن مسعود رضی الله عنه خودشون یک آدم نحیف، یعنی خراب بودن. حتی ساقهاشون هم خیلی که در حدیث میاد ساقهاشون هم باریک بود، صحابه ها باری خندیده بودن.
یعنی حضرت ابن مسعود آدم معده بودند، سبوک بودند، خراب بودند. بر بالای گردن ابو جهل پاشونو موندن. ابو جهل خار رفت است در زمین، جراحت برداشتگی به نزدیکی هلاک میشه، دیگه قوتی جنگ کردن ندارد. و ابو جهل چشمش را گشاد و دید که ابن مسعود است. گفت که لقد ارتقیت مرتقا صعبا یا رویعی الغنم، در حقیقت به بالای بسیار بلند برآمده ای پادبانچه گوسفند. یعنی در همین حالت هم تحقیر میکرد و بسیار برایش عار بود که او را جوانها کشتند یا شخصیتی که مانند ابن مسعود سرش را میبرید، چون که در دست ابن مسعود کارده بود، میخواستن سرش را برده به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برند. ابو جهل میگفت که مرا از پایانتری گلویم ببر تا اینکه وقتی که سرها در نزد محمد راست کرده مانده میشد، سری من یک قدم بالا بایستد. یعنی از اینجاش نیو، از اینجاش بر. ابن مسعود برقصد از اینجاش بریدن و سرش را به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار خرسند شدند و گفتند که الحمدلله الذی اخزاک یا عدو الله، حمد به الله که تو را خار گردانید ای دشمن الله. هذا كان فرعون هذه الامه، این فرعون این امت بود. اگر فرعون زمان موسی، همون فرعونی که هلاک شد، غرق شد در آب، قرآن نقل کرد. قرآن گفت که الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه. 1400 سال پیش قرآن که امروز ما بدن تو رو نجات میدیم، نگاه میداریم تا اینکه برای دیگرها درس عبرت شود. و امروز جسدی فرعون در بیرون از مردم با چشمشان دیده ایستادند. و این فرعون باشد فرعون این امت است. گفتم فرعون این امت از اون فرعون بدتر بود، چون که وی در آخرین لحظه هایش آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، ایمان آوردم با اون خدایی که بنو اسرائیل ایمان آورده. در آخرین لحظه هاش ایمان آورده بود، اما این در آخرین لحظه هاش ایمان آورد.